با نام خدای بخشنده مهربان. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل تهران هستند خوش و خندان، لبخند بر لب داشته باشند. عزیزانی که تازه با کانال ما آشنا شدید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و با کانال ما ابونه شوید و زنگوله دائمی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده آینده برنامه‌های ما باشید. موضوع برنامه امروزه ما موضوع پارک دلخوشی و بازی‌های شب‌خوار می باشد که ما چنانچه می‌دانید در فرانسه تعطیل تابستان است و بچه‌ها را گرفتیم و خطی عائله رفتیم طرف این پارک. این پارک با نام انیمه پارک یاد می شود. در یکی از شهرهای فرانسه جایگیر شده است. دوستان، میخوام درباره انیمه پارک چند صحبت با شما داشته باشم یا معلومات داده باشم. خانم پاسکال پوژاد یک همشیره شب‌خوار بود و کریستیان پوژاد یک دهقان. بیشتر عائله‌هایی که برای گرفتن میوه و سبزیجات پیش آنها می آمدند باز می ایستادند. چند حیوان‌هایی که حاضر بودند در آنجا از قبیل خر، بز، گوسفند و دیگر آنها می ایستادند، با آنها دوستی پیدا می‌کردند و آنها را خیلی دوست می‌داشتند. این شوق و هوس آنها را وادار می‌کند که برای لذت کودکان یک کار خوبی را به انجام برسانند. سال به سال حضور مهمانان در این منطقه تقریبا به 20,000 نفر می‌رسید. نبودن سطح کافی، پاسکال و کریستیان تصمیم می‌گیرند که یک مکان کلانتر پیدا کنند تا در آنجا ایده خود یا که پلان خود را بسازند و پیاده کنند. اول یک باغ فراغتی حیوانات با یک چند بازی‌ها و اکتراسیون‌ها بود. سپس به باغ فراغتی واقع با بسیار اکتراسیون‌های نو و کلان، سپس باغ دینازورها و منطقه آبی پیدا شد. و دوستان عزیز، شما را دعوت می‌کنم به تماشای این برنامه. بریم با هم تماشا کنیم که در این برنامه ما چه چیزها برای شما آماده کرده تونستیم و بریم با هم یک جای سیر و گشت کنیم. ما نصیب باشه خدای کودکان امروز میریم یک جا تماشا، یک پارکی به حساب تفریحی و رزولچینیا. بریم کودکان واکانسن کودکان در انتظار جوابن، بریم شو یک تماشا کنن، یک بازی کنن. که با ما باشه دوستان، برنامه‌های ما ادامه دارن تا آخر برنامه رو بیننده باشید. سلام که بچه‌ها. الو دوستان عزیز، سلام دوباره. ما امروز تصمیم گرفتیم که کودکان را انیمه پارک بیاریم، چون در اینجا برای کودکان بسیار جاهای جالب و دیدنی و برای سیر و گشت و تماشا بسیار چیز خوب جمع چی شده است. اتراکسیون های خوب، جاهای آبازی دیگر بازی‌های شب‌خوار دیگر. با اون خاطر ما آمدیم امروز انیمه پارک می‌خوایم که بریم داخل و ببینیم که در داخلش چی است. با ما باشید امروز دوستان. برنامه ما انشالله خوب و جالب خواهد گذشت. این هم صحن بیرونی انیمه پارک. اون طرف هم پارکینگ ها، خیلی جای کلان است، خیلی جای وسیع هم است. ما گفتن اما زیاده از 26 27 اتراکسیون داره و باقی حیوانات هم داره و جای دینازورها و دیگه. و این عکسایی که میبینین وقتی که داخل میشین اینجا عکس رو میگیرن، هر کدام یه نمبر داره و تا برآمدن تو عکس رو تیار میکنن. هر یک عکس 7 یورو های، 5 یورو های، 6 یورو های و دیگر. با ما باشید. هم در اومدگاه با پارک. خدای من میدادن کراکادیل. خب این هم سرشویش است. از طرف دست راست این مغازه است، مغازه اکسسوارها و مغازه سوڤنیرها. قدرها هر چه که خواستی میگیری، قدر کمی بری. و این طرف هم همسا این علامتگاه گفتیم اصلیش است. این طرف هم جاهای اتراکسیون ها قریب 26 29 دانه اتراکسیون داشته و چند تا حیوانی که در این طرفش چند بخش تقسیم شده است، بخش های مختلف داره. جای مثلا اینجا پارک است، پلانش جای رزولچین، جای باغ حیوانات، جای سیرک. میریم دیگه طرف. بیا اصلا بدم. خب با ما باشید دوستان عزیز. برنامه های ما در این پارک ادامه دارد. سلام دوباره دوستان عزیز. چون گفتیم امروز ما
همراه کودکان آمدیم به یک پارک رازولیچینیا، پارک انیما پاک. در اینجا خیلی نامش میگیرن چون نیمی پارک او طرف ده حیوان ها هستن. حالی هم خیلی گفتن اما نمیدونیم. و ما میریم اولین جایی که بچه ها خوش دارند بازی کنن. اینی چی هست؟ چی میگن؟ پیراتی. بره سوارشی. پیراتی های دوستان نگفتن امانت بدرین. نگفتن امانت اینجا داخل شدن برای آدمای کلان 19.5-20 یورو های، برای کودکا 18 یورو، برای کودکا از زیر سن 4 ساله 16 یورو. نگفتن امانت دیگه دوستان اینجا تا کودکای قدش اگر 1 سانتی متر یا 120 سانتی متر نباشه اجازه نداشته است. باید ای پایین باشی ای بالا باشی بعد میمونن که داخل شوی. اینجا سن سال مهم نیست، اینجا خط مهمه. دیگه ببینین از شروع میشه. کودکا ما رفتن شدن دیگه خیلی بچکن. یک دفعه تو سر شدن اینجا این پیراتو را شما ببینین چیزا هست در اینجا. این کاروسل هم با نام پیرات یاد میشه در اینجا. پیرات اینا سر شده. حالا واسه سخت میشه. دوستان شما یک دفعه پلان یمی پارک ببینید. در این پارک چه چیزا هست؟ این هم پلانش های انیما پاک. کودکا دو دوای دارن، بلندی بچی ترس دیزن و عقص دارن. خب کودکای من نترسن ماشاءالله باری داشته. کودکا را با اینجا آوردیم. اینجا چاینیک بوده چی بوده. بعد میریم با دیگه طرفا. این بچه ها را ایتالی جاهای آرام نمیپارن، هم جاهای مثلا شوخی باشه و دیگه باشن. و هم خود اینجا آوردیمون خورده ایست شد. اینا دوستان عزیز دیگه اتراکسیون های دیگه هم هستک کودکان فعلا. خب اینا دختان کودکان شدن دیگه میرم. بعد دستا دو هم خیلی کنده بره. خب چنانچه گفتیم کودکا در واکانس هستن. با اون خاطر کنده برون و دیخ کنن، تماشا کنن، بازی کنن. اپگاه تا بگرن. نگاه آوردن شو هم بیجا. این پیرات های ما آمدن. ای پیرات ها رو بی. بیاین دیگه جا. تمام با میریم دیگه جاش. خبم تو. این پیرات ها. دوستان تمام باغ جای رازولیچینی های نگاه های. این اینجا بریم. اینجا در نوبت بسیده سوار شه. سوپر هست. اوسینا تو میتونی.
این طرف اکتراسیونی فیرما های یعنی تراکتور یا گو و مال یا همچیزا در این طرف بودای خیلی بیا که فیرمر میشه دوستان عزیز میریم اکتراسیون دیگری D'accord, super. Hop, toi tu peux aller tout seul. À côté de lui, allez-y. Hop, et lui c'est bon à mettre 30. Hop, alors, c'est 3. Albes. Mustafa, بشي Mustafa. Allez, بشين. installez-vous Hop. ici. Hop, il va manger. Là, les ceintures. بدوس. Mustafa. این دختر مایداکم کریستای سر که ما اونجا با قد قدش 95 سانتی متره کودک‌های ما هم بالا شدن دوباره که هستی خیلی جالب است خیلی هم امروز نصیب باشه خیلی وقتشو خوش گذاشت اینجا یک برنامه جالب دیگه ای است پرواقع و این هم چیز سر خیلی جالب هستن برای کودک‌ها البته خب دوستان چنانچه گفتیم اما یک دفعه بلیت میگیری دیگه در تمام اکتراسیون ها میتونی که بدروی گفتی گفا چی کنی سوار شای و بازی کنی و دیگه خب سگاه بزنم این خسته ما نمیترسید از هر چیزی سوز دوستان عزیز در این پلاتکایی که میبینید یا که این خیمه‌ای که میبینید در اینجا به حساب چی است؟ اسپکتاکل رفته ایستاده است اسپکتاکلی مکسیکان است یا مکزیکو بریم ببینیم چی چیزا چی برنامه دارن حتما با نوار میکشیم ببینید خیمه خیلی کلان آمد مثل لدنی سیرک
دوستان ما میخوام که در نیاگاراس باشیم. این اوچرا ببینیم باور که همه جای چیش هم میبودن. اوچرا ببین تو کجا راه؟ تو اصلا همه اوچرا مردم منتظری یعنی اتراکسیونی نیاگارا هستن. ببینید یک خلاص دوستان عزیز بخواه اوچرا. خب نصیب باشه دوستان ما شیشتیم. ما بریم طرفی بالا. بابا که جالب هم هست. طرف بالا اینجا مردم سوار شدن. جا اساسی جا دوستان عزیز ما نصیب باشه بریم طرفی باغ دینازورها. اینجا باغ دینازورها هست. هر نمود هر چی هر اندازه هر رقم رزمیر در اینجا گفته گپا که جا با جا کرده شده است. ببینید دوستان این باغ دینازورها میگن. این طرف ببینید اینم یکی از دینازور یا دیناسورهایی که چند میلیون سال پیش بودن در حیات در زمین. خب این طرف همش دینازور اینجا. این دیگر دینازورهای رنگارنگ. و این طرف میریم گفتی کپاکی دینازورهایی که این که تاریخش اینجا نوشته شده است با زبان فرانسوی و انگلیسی و در هر یک تابلو نوشته شده است اینجا. دیگه اینجا این دیگهش چه کارونه ایش و خیلی نمی‌واره زبان گفتگی عکس اینجا میگیری. دوستان عزیز در اینجا چند حیوان زنده هم هست از قبیل بوز و گوسفند و چیزای دیگه. اینو ببینید اینجا بنداز خوابان امروز فعلا ببینید در کجی خوابان گوسفنده شاخدار اشکالی گوسفنده هستن. این هم صورتی برزگاه یا خطاست چی میگن اینا. خب طرف را بینید دیگه همه آمدن تماشا کنی و بازی کنی و دیگه اکثرت کودکان با میرم طرف پیسین یا طرف باسن که بچه ها بازی کنن. خیلی گرمه بچه ها. هوا امروز 38 درجه گرمه. این طرف پیسین این طرف های بچه جان. اوجا رفتیم بیا اوجا من میگم تو گوهرش خیلی زیبا کشیده رسم کشیده است. این طرف هم جای اساسی جای کودکان برای بازی. ببینید دوستان چه یک جای است بسیار زیبا برای کودکان خیلی زیبا است. محمد صفا حسینات دوستان برای اکرام بده واسینات
خیلی زیبا هم است برای کودکان. کدرو عزیزان، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره پارک انیمه پخ در یکی از شهرهای فرانسه. فکر، ملاحظه، درخواست، پیشنهاد، هر چی که دارید دوستان عزیز، فکرهای خود را زیر ویدیو با ما کامنتر بنویسید و به دوستان خود بفرستید. دوستان، لایک ماندن، پدرسه کردن رو فراموش نسازید. نگاه شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.